بود نبود پسرکی بود. او را پدر و مادر موک را نام نهاده بودند. اما از سبب قد پستش اطرافیان او را موکچه و یا پکنه می نامیدند. کله کلان و قد خیلی پست او به نظر دیگران خنده آور می تافت. در کودکیش اول مادرش و بعد پدرش با بیماری از دنیا گذشتند و خویشاوندان پدرش موک بیچاره را از خانه راندند و خانه‌اش را صاحب شدند. از میراث پدر به او یک شلوار و جامه و سله کهنه رسید و بس. موکچه بیچاره چند روز آواره‌گردی کرد و گرسنه و خسته به شهری رسید. به نزد خانه کلانی رسید و ناگاه تیریزه خانه با شست گشاده شد و کمپیر آواز داد: زودتر بیایید که خوراک خنک می شود. مرحمت نمایید، دیر نمانید. بچه بیچاره گرسنه دید که گربه و سگ‌های بسیاری از هر طرف دویده به خانه کمپیر در آمدند. او نیز زود دویده به خانه در آمد، زیرا بوی خوش خوراک کمپیر اشتهایش را می آورد. ای تو به کجا؟ تو کیستی؟ حیران شد کمپیر. تو همه رو به خوری دعوت کردی، من هم اومدم، گفت موک. کمپیر خندید. در این شهر همه می دانند که من گربه و سگ‌هایم را صدا می کنم. تو از این شهر نیستی مگر؟ کمپیر شکمی بچه بیچاره را سیر کرد و موک سرگذشت غمانگیز خود را به کمپیر نقل کرد. در همین جا بمان، با من یاردم چی لازم؟ خانه هایم را می روبی، دیگ و کاسه هایم را می شویی و برای گربه های من شوله می پزی. موک راضی شد. اکنون او هر روز کارهای خانه پیرزن را اجرا می کرد. خوراک می پخت، دیگ و طبق ها را می شست. روزها یک رنگ می گذشتند. گربه های مکار کمپیر در نبودن کمپیر روز موک بیچاره را سیاه می کردند. طبق و کاسه ها را می شکستند. چنگ و خاک را به آسمان می برداشتند. دو و تاز می کردند و همین که کمپیر از در آمد دویده به جایشان می خوابیدند و کمپیر فکر می کرد که این همه کاری موک است. کمپیر موک بیچاره را جزا می داد. او حق خدمت موک را نمی داد. موک بیچاره حتی برای لباس بهتری خریدن یک تنگ پول نداشت. این همه به دلش زد و روزی نقشه کشید که در نبودن کمپیر از اینجا می گریزد. در خانه کمپیر در قطار گربه ها سگچه زیبایی هم بود. این سگچه را موک دوست می داشت. در خانه کمپیر حجره بود که با آن حجره کمپیر کسی را اجازه در آمدن نمی داد. روزی کمپیر به کجای رفت و گربه ها سگچه بیچاره را عذاب دادند. سگچه از گربه ها گریخته به سوی همان حجره رفت که کمپیر با آنجا کسی را اجازه در آمدن نمی داد. موک نیز از پس سگچه به نزد این حجره آمد و در را تیله داد. دری حجره گشاده شد و موک دید که در این حجره لباس و اشیاهای زیادی موجود است. از همه بیشتر به موک
کفش‌های عجایب و یک عصای عجیبی که در بالایش کله شیر داشت معقول شد. مکر به خود فکر کرد: من اینها را میگیرم، آخر پیرزن به من حق خدمتم را نمیدهد. او کفش‌ها را به پایش پوشید، کفش‌های دریده و کهنه خود را در خانه کمپیر گذاشت و عصا را گرفت و آهسته از خانه کمپیر به بیرون برآمد. او از ترس آنکه او را پیرزن نبیند تیز تیز قدم گذاشته دور میشد و حس کرد که قوه او را به بلندی برداشته میبرد و او حس کرد که این کفش‌های اویند که خیلی تیز میروند، در حالتی که گویی در هوا میپرد. واقعا هم او به هوا میپرید. مردم حیران به او مینگریستند. مک دانست که کفش‌هایش سحرناکند، اما او نمیدانست که چگونه آنها را باز دارد. او پریده به شهری رسید و ایستا ایستا باز است داد زد مک و کفش‌ها هم تقی در جایشان ایستادند. مک دید که او به شهر دیگری آمده است. او خیلی فکر کرد که در این شهر چگونه و در کجا باید زندگی کند. فکر کرد و به یادش کفش‌های سحرناک رسیدند. او به نزد دربار شاه آمد و از سردار پاسبان‌های شاه خواهش کرد که او را به کار بگیرند. سردار پاسبان‌های شاه به قد و بست پکنه نگاهی کرد و خندید. من میخواهم که مرا به صف تیزگردهای شاه بگیرید. من خیلی تیز میدوم و خیلی زود از شهری به شهری میرسم، گفت مک. تو با این پایهایی مثل چوبچه گوگردت تیز میدوی؟ حیران شد سردار پاسبانها. بیازمای و ببین که من چگونه میدوم. من میخواهم با تیزگردهای شاه مسابقه کنم. اگر غالب آیم مرا به خدمت میگیری، گفت مک. مایلش، راضی شد سردار پاسبانها. او باوری داشت که در این مسابقه این پکنچه بای میدهد. او میخواست که این پکنه را مسخره کند. سردار پاسبانها امر داد که شکم مک را سیر کنند و خودش به شاه درباره پکنه عجایب نقل کرد. شاه هم برای دلخوشی به مسابقه اجازت داد. او هم میخواست که با فرزندان و زنهایش به این پکنه عجایب نگریسته دلخوشی کنند. همه درباریان شاه، شاهزاده و شاه دختران، شاهبانوها بی‌صبرانه انتظار مسابقه پایگاه عجیب بودند. مردم زیادی جمع آمده و نگران سرشوی آزمون نشستند. تیزگرد بهترین شاه به سر و روی مک نگریست و ریشخند کرد. 1 2 3. شاه دختر دست روی مالش را تکان داد و مک و تیزگرد شاه به دویدن آغاز کردند. تیزگرد شاه از مک خیلی پیش گذشت و صدای هشتک و قرصک آدمان با صدای خنده و مسخره درباریان به هم پیچید و
ناگاه همه سخت آرام شدند، زیرا مردم دیدند که موک خردکک از تیزگرد شاه خیلی پیش گذشته بود، در چند ثانیه به مره رسیده بود. تیزگرد شاه باشد حالا در نیمه راه بود. دهانها از حیرت واز. زنده باد موک تیزگرد و چابوک، داد زد کسی و این بار چپک زنی و هشتک کشی به افتخار موک بود. شاه حیرت زده موک را سردار تیزگردهای خود انتخاب کرد و دیگر علاجی نداشت، زیرا قول داده بود. اکنون موک دارا بود و همیشه شکمش سیر. خدمتگارهای شاه باشند با او بخیلی میکردند. موک باشد انسانی خوبی بود و میخواست که کاری کرده دل خدمتگارهای شاه را یابد و با آنها دوست شود. او شب در خواب سکچه پیرزن را دید. سکچه با او گفت که عصاچه‌ای که او از خانه پیرزن گرفته بود سحرناک است و در هر جایی که خزینه و یا طلایی باشد عصاچه 3 بار به زمین بر میخورد. موک فکر کرد من با یاری عصاچه خزینه پیدا میکنم و طلاها را به خدمتگاران شاه تقسیم کرده میدهم. آنها خرسند میشوند و با من دوستی میکنند. میگفتند که شاه پیشینه در باغ بزرگ قصر طلا و تنگه زیادی را پنهان کرده و تا مرگش به کسی جای آنها را نگفته بود و این سر را با خود برده بود. این آوازه به گوش موک هم رسید. روزی او در باغ میگشت که عصاچه‌اش از دستش جدا شد و 3 بار به زمین برخورد و در جایش چرخ زد. موک خیلی خرسند شد، زیرا عصا با او جای طلا را نشان میداد. شامگاهان موکچه به باغ آمد و جای نشان داده عصا را با بیل خیلی کافت و کم کافت یا زیاد نمیدانیم، اما چاهی بزرگی پدید آمد. سری چاه را گشاده دید که در آن کوزه بزرگی است پر از طلا و تنگه. موک زود کیسه های شلوارش را از طلا پر کرد و به حجره‌اش برگشت. صبح دیگر او به خدمتگارهای شاه طلا و تنگه تحفه کرد و به بلا پیچید، زیرا آنها اکنون فکر میکردند که موک این پکنه آنها را از کجای دزدیده است. و طلاهای شاه را دزدیده است. آوازه پهن میکردند آنها. این پکنه کلکلون دزد است. میگفتند در حق او. خدمتگار خاصه شاه به پیاله شاه می ریخت و آه کشید. شاه حیران شد. چرا غمگینی؟ چی آه میکشی؟ شما تنها موک تیزگرد خود را دوست می‌دارید و برایش تنگه و طلا هدیه می‌دهید، با ما نمی‌دهید. او واهمه کرده به شاه درباره تنگه و طلاهای بسیاری موک نقل کرد. او با همه تنگه و طلا تحفه می‌کند. شاید او دزد است. شاه حیران شد. خزینه دار شاه نیز به نزد شاه آمد و گفت که کسی به مقدار زیاد تنگه و طلا را از خزینه دزدیده است.
شبانگاهان خدمتکاران از پی مک چپاییده او را در باغ در حال یافتند که به کیسه هایش تنگه و طلا را جای کرده بود. آنها با او در افتاده او را دست و پا بسته به نزد شاه آوردند. اعلی حضرت، او طلاها را دزدیده است. او میخواست که این طلاهای دزدیده اش را در باغ در زیر خاک پنهان کند، گفت خزینه دار به شاه. شاه به مک نگریست. آ شاهم، نه، هرگز این طور نیست. من تنگه ها را پنهان کردنی نبودم، برعکس من آنها را یافتم. شاه هم فکر کرد که مک دروغ میگوید. او دزدی را هرگز نمی بخشید. بنابراین او به خزینه دار روی آورده پرسید. او راست میگوید؟ نه شاهم، دروغ میگوید. او از خزینه طلاها را دزدیده است. در خزینه ما طلا نمی رسد، گفت خزینه دار و تهمت کرد. شاه فرمان داد که مک را جزا دهند، سرش را از تنش جدا کنند. مک بیچاره را در مناره بلند حبس کردند. او شبی دراز نخوابیده فکر میکرد که چگونه جانش را خلاص کند. عاقبت به خلاصه آمد که سر عصای سحرناکش را به شاه میگوید و از عصا جدای و از مرگ خلاص می شود. صبح دیگر مک به نزد شاه آمد و درباره عصای سحرناک به شاه نقل کرد. شاه فهمید که خزینه دارش او را فریب داده است. من تو را نمی کشم، گفت شاه عیار، اما با یک شرط. فکر می کنم که سر تیزگردی تو نیست، به چیزی وابسته است. زود به من می گویی، اگر نگویی سرت را از تنت جدا می کنم. مک بیچاره دیگر علاج نداشت و او درباره کفش های سحرناک نیز به شاه گفت. شاه کفش ها را طلب کرده گرفت و آن را به پایهایش پوشید. او دویدنی شد و کفش ها شاه را به آسمان برداشتند. شاه اکنون چگونه به زمین فرآمدن را نمیدانست. کفش ها او را چرخ زناندند و شاه آمده به زمین زد. به تو 12 ساعت مهلت، از شهر من برآمده رو، اگر نروی سر از تنت جدا می کنم. داد زد شاه خشمگین. مک بیچاره باز غمگین و دلریش از شهر شاه برآمده رفت و از پیشش جنگلی برآمد. او به درون جنگل در آمد و درخت عجیبی را دید که میوه های زیبای و خوشبویی داشت. مک خیلی گرسنه بود. از این درخت یک میوه گرفت و خورد و برای آب نوشی به لب آب آمد و صورت خود را در آب دیده به دهشت افتاد. گوشهای او به مانند گوشهای خر دراز، بینیش هم کلان و بدصورت شده بود. خیلی گریه کرد مک بیچاره. تا بیگاه این سو و آن سو میگشت و نمیدانست که چی کاری بکند و از این گوشهای دراز و بینی بدصورت خلاص شود.
این سو گشت آن سو گشت و کمی دورتر از این درختی دیگری را دید که نیز میوه های زیبایی داشت. موکی بیچاره فکر کرد که اکنون که گوش و بینیش دراز شده و دیگر هیچ خطری به او اگر رسد هم چی علاج؟ شاید این میوه ها را بخورم و بمیرم، فکر کرد موک و از درخت دوم میوه کند و خورد. و نزد آب آمده آب خوردنی بود و به آب نگریسته حیران شد، زیرا گوش های او و بینیش خرد شده و مثل اصل قدیمشان شدند. خیلی خوشحال شد موک. او اکنون می دانست که این میوه ها سحرناکند و میوه های درخت اول گوش و بینی انسان را دراز می کنند و میوه های درخت دوم انسان را به اصل قدیمشان برمیگردانند. موکچه از میوه ها دو سبد چید و به شهر شاه جاهل برگشت. او اکنون در سر نقشه داشت که از شاه قصاصش را میگیرد. او میوه هایش را آورد و در میان بازار در نزد میوه فروش ها نشست. او آشپز شاه را منتظر بود. دیری نگذشته آشپز شاه به بازار آمد. او موکی سر و لباسش را عوض کرده را دید و نشناخت و از او نرخ میوه هایش را پرسید. موک هم نرخ ارزانی را گفت تا که آشپز شاه این میوه ها را بخرد. آشپز شاه خرسند شد و میوه ها را خرید. این میوه های درخت یکم بودند که گوش و بینی را دراز می کردند. بگاهی پس از خوراک آشپز میوه های خوشبو و خوشرو را به دسترخوان گذاشت و شاه به همه درباریانش یک تاگ میوه تقسیم کرد و باقی مانده میوه ها را خودش پقاس خورد. شاه دختر به شاه نگاه کرد و به دهشت افتاد. شاه حیران شد. با تو چه شده است؟ شاه دختر به گوش بینی پدرش اشاره می کرد و چیزی گفته نمی توانست. همه دیدند که گوش شاه مثل گوش های خر دراز شده و بینیش مثل خرطوم فیل بود. از دیگر درباریان نیز گوش و بینی هایشان دراز شده بود. درباریان از پی طبیب دویدند. طبیب ها را جمع کرده آوردند، اما بیفایده. هیچ کس نمی دانست که دوای درد شاه و درباریانش چیست. هیچ داروی و دوای به درد شاه و درباریانش فایده نمی کرد. موک سر و لباسش را دیگر کرده و بر رویش ریش چسبانیده و به شکل طبیب به دربار آمد. من دوای درد شما را می دانم، گفت او. شاه اول به او باور نکرد. موک یک دانه میوه درخت دوم را به خدمتگاری داد و همه دیدند که گوش و بینی او به اصل قدیمش برگشت. شاه بیچاره عاجز مانده بود. او به موک روی آورد و التجا کرد. هر چی میخواهی بگیر، هر چی میخواهی بخواه، به من دارو بده، داروی نجات بخش بده. موکچه عصای و کفش های سحرناکش را در حجره شاه دید و آنها را طلب کرد. او کفش ها را پوشید و عصا را به دستش گرفت و
ریشی ساختش را کنده پرتافت و شاه او را شناخت. شما مرا بیهوده آزار و اذیت دادید. جزای شما همین، گفت موک و تا شاه و درباریانش به خود آمدند که دویده به هوا پرید و رفت. او به شهر دیگری رسید. در آنجا خانه خرید و میگویند که او تا هنوز در کدام یک شهر دیگری خوشحالانه و خوب زندگی دارد.